سلام در تک تک شما خوبان. امروز ما پاککاری دارم به خاطر از که قرار نظر کنی نظر چهارشنبه سوری یا که هم اصطلاح آمیانشی نظر بیبی که ما هم رواج داره، هم یک فرهنگ است و هم عقیده داره. دزو دیگه ما به شدت در پاککاریمون پنجره صافین و دیگه بیرونم که اوش میرین خیلی ویوی خوب شی داره، یک ویوی خیلی خوبی. کاش که ما بودین شما رو هم دعوت میکردیم میمادین خانیز مو بلده نظر خوردیم. ما برنج را از قبل ترک دادی تا که دانایش کتش نه دیگه اینا لیغای دیشی و کدونش دبینی دیگه است میخوایی او را پخته کنی. اما رقم که میبینین برنج از موم پخته شد، میخوای او را دنبالی دبین سلشه مونی تا آوش برزه دیگه اینالی وقتی دمیشتون شسته. اول دفعه برنج شیمونی، بعد از هم کسته روغن و زیره و هر چیز که لازم است را بلیش شیمونی. برنجم دیگه در حال تمام شده و دیگه موم روش کم زیره میندیزمی تا خوب سه خوشمزه باید و یک کمک زعفران داخل شمیلی به خاطر رنگ برنج و موریم برنج را در دم میلیم دیگه. این حالا وقتی گوشت ریزک دو است که گوشت را ریزک نیم تا آمادش نه و ترمای سالم است، خیلی زنبورم زیاده، اصلا دقیقه یک دو نمیره. قیلکدین گوشتم خلاص شد، حالی نوبه ششتون شه دیگه. آبی من به شدت گوشتار ششتری زیاده مست بیش تو تاکای خلاص میشه. ویدیو رو هم بیننده باشین تا وقتی که ششتون گوشت خلاص شونه در زودترین فرصت در مرحله بعدیشین. مرسی، صبر و حوصله خوره حفظ کنین. این پیازا هم که وشمونین ما قرار اینا را رنده کنیم به خاطر قرمه، چون قرمه را لوابدار و قشنگ می‌کنه. پیازا از مم رنده شد دورده بلده ازی که واره سرخ کنی. پیازا دمنی روغا پرتمنی بلده ازی که سرخ شنه. این حالا هم وقت ازیر است که گوشت را داخل پیاز بندازنی تا خوب قنجقه پیاز سرخ شونه و رنگش قشنگ شونه. البته ای که یک دفعه گوشت را مو یک آب بالم دیده از این که مثلا مزه خامیش از بین بره تا که در وقت سرخ مونی هم رنگش خوب شنه هم خوشمزه باید.
عالم دیگه قید پرتکدونی ماکولات شده ده گفته آمیانشی. ما سیرش را پرتک دی یکم شور میدی تا یکی نوبت دی گنج برسم. اینجا مرج دلمشی بانجانشی و روب را آو کردیم داخل کاسه میندازنیم. روب خیلی خوش رنگه نه؟ چون به خاطر که لعاب دیگر زیاد مونه معمولا بانجان و روب را افزوش یک جای میندازنم. حالی هم وقت انداختن مرج مسالهش است. دوای قرمه و دوای دیگ و زرچوبه و نمک و کل چیش رو مبلش پرتمنی ملی تا رنگ بکشه و خوشمزش نه دیگه. یکم کچالو هم بلش ریزمنی پرتمنی ولی دیزی کچالو دیگ را زیاد لعاب دار مونه. تا قرمز ما آماده میشه بریم که سلاته را جور کنیم و ما کل بانجان پیاز و بادرنگ اینا رو کلگیش شوشتیم. تخته و چاقو و همه چیز آماده تا آماده شدنی سلاته با ما همراه باشید. سلاطه ازمم که آماده شد. حالا هم وقتی گرفتون شد داخل کاسه ها هست چون از اینکه دیگه تقریبا میمانا هم میرسه باید بشقابا و پتنوسا را جور کنی. پتنوسام آماده شده دیگه. حالی بودیم یک دفعه از برین سر بزنیم که چه رقم دم شده چه رقم رنگ گرفته. اما زعفران را که داخل دیگش دادیم بله برنجی مونیم به خاطر از کم خوش رنگش نه هم خوش مزه و خوش خور باید. مهمانام از را رسید و حالی وقتی خوردن نان شده کلگیش تعریف کردن خیلی خوشمزه گفتم در غذایشیم واقعا خیلی زحمت هم کشید دادیم بلدشیم. نوش جان کلگیش انشالله که نزات همگیم سال قبول باشه. خوردن منم خلاص شده اما در پیلای خور آمده منی بلدی ازی که چای را یک نیده میمانم. چایارم شو کردی دیگه حالی ملی دادم تا قیدی خوردونش را که یخ نشنم. چایرم رایی که در مهمانا و قید از یک خودونیم نان بخوریم دیگه. جایشم خالی خیلی غذا خوشمزه هم داد. خیلی هم گوشنا بودی خوب با اشتیا خوردیم یک عالم هم خوردیم. اگر شما ویدیو را دوست داشتین اگر بلده شما جذاب بود ویدیو خوشمزه بود پس لایک کنین سابسکرایب هم کنین و دیگه از کامنت های قشنگ خوب ما را محروم نکین. اگر شما ویدیوهای پیشنهادی دارین حتما در کامنت ها بگین. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.